پس نگران این نیستیم که حالا ما از کجا بفهمم چه ناهماهنگی هایی دارم. ناهماهنگی ها رو این لحظه به وجود میاره، به شما نشون میده، مینماید. درد شما به شما نشون میده، آینه دستت باشه، که این ناجوری منه. و ناجوری هم میدونیم عیب نیست. تا حالا اگه فکر میکردیم بس من ذاتم خرابه، نه، ذات ما خراب نیست، بلکه ذات ما زندگی است. حالا یه چکمکی روش نشسته. و میگه آینه رنج ز فرعون دور، کان رخ او رنگی و زنگاری است. چند هزاران سر طفلان برید، کم ز قضا درد سری ساری است. من در آن خوف ببندم تمام، چون که مرا حکم شهی جاری است. حالا فرعون چیکار میکنه؟ هم فرعون بزرگ و هم فرعون کوچیک که ما رو حکمرانی میکنه، آینهش بسته است. آینه رنج نداره، درد خودش رو نمیدونه، درد و اصل میدونه. بس بنابراین از فرعون آینه صبر یا آینه رنج دوره و روی آینه او رو یا رخ او رو، برای اینکه رخ اصلی ما اون آینه است، اون هوشیاری حضوره که این لحظه در ما به وجود اومده و میبینه درد ما رو. رنگی و زنگاریه، زنگ زده روشو، یه رنگ روش نشسته. اصلا از این رنگ ها تشکیل شده. رنگ و بو یعنی هم هویت شدگی، یعنی شرطی شدگی، یعنی یه جوری هوشیاری و حضور به یه چیزی بدل شده و اونو ما گرفتیم. رنگ و بو هم داره، برای اینکه یه هیجان خاصی رو در ما ایجاد میکنه و که ما میگیم جهان رنگ و بو. و فرعون چیکار کرده؟ میگه که فرعون تسلیم نشده. در از فرعون خواب میبینه که یک پسری از بنی اسرائیل بنیان تاج و تختش رو به هم خواهد ریخت. بنابراین نگران میشه، میترسه و میخواد علاج این کارو بکنه با ذهنش، یعنی تسلیم قضا نمیشه. خودش داره میگه اینجا که مرا از قضا دردسری ساری است. ساری است یعنی جاری است، داره از طرف قضا یک بلایی نفوذ میکنه در حالی که من نمیبینم. یعنی ساری یعنی نفوذ کننده در شب و نفوذ کننده در تمام اجزا. ساری یعنی از طرف قضا داره میاد تمام وجود من از بین ببره و در نتیجه شروع میکنه به، حالا اصطلاحاً اولزادها رو کشتن. اولزاد یعنی فرعون ما هم همین کارو میکنه. از طرف زندگی، این بسته زندگی که میاد ما ازش استفاده کنیم زنده بشیم، فوراً فرعون میکشه اونو. چجوری میکشه؟ هم هویت میکنه با درد یا با فکر. اولزاد پسر که میتونست خلاقیت به وجود بیاره، یعنی میتونست پسر باشه، ذهن رو حامله کنه، یه چیزی آفریده بشه، اونو میگیره میکشه. فرعون اصلی، فرعون ما هم همین کارو میکنه. پس فکر میکنه که بیاد این کارو بکنه، ولی در شبی که اونطوری که قصه داره میگه همه زنا رو جمع کرده که خوابش تعبیر نشه، نطفه موسی در خود
خانه فرعون بسته میشه که همه‌تون میدونید، برای اینکه مادر موسی در خانه فرعون است، پدر موسی هم همینطور. و این معنیش این است که درسته که من ذهنی ما که ساخته شده از درد و هم هویت شدگی و نمیخواد آثاری از زندگی بیاد، یه نطفه ای از موسی بسته بشه در ما، ولی هر کاری هم بکنه نطفه موسی در درون همین من ذهنی هست و از اون متولد خواهد شد. و بساط فرعون ما رو، یعنی من ذهنی رو که از درد و هم هویت شدگی ساخته شده، به هم خواهد ریخت. حالا ما با ترفنده هایی که داریم، یعنی من ذهنی ما، نه ما، چون درد و هم هویت شدگی رو ذات خودمون میدونیم و ازش دفاع میکنیم و میخوایم درد بیشتر ایجاد کنیم در خودمون و برای دیگران، ولی باید هر کاری هم که میکنیم باید بدونیم که نطفه موسی داره اون درون بسته شده، یه روزی اینو از بین خواهد برد. حالا همینو اشاره میکنه، میگه که موسی در خانه فرعون نطفهش بسته شد، در حالی که آقای فرعون سر طفل‌ها رو میبریده در بیرون که مبادا یکی از اینها همون باشه که در خواب دیده، ولی این کارگر نبود. حالا چی یاد میگیریم؟ که این در واقع تلاش مذبوحانه من ذهنی رو ما تماشا بکنیم و از تماشای این یک آینه دستمون بیاد. از اول گفته و درد و ذات خودمون ندونیم، درد رو به عنوان آگاه کننده و بیدار کننده بپذیریم، یه چیز موقتیه در زندگی ما که از اونجا ما میپریم، موسی ما از اونجا متولد میشه. درست مثل این لونه پرنده ها. این خونه ما یه درخت گل هست، امروز دیدم رفت آمد اونجا زیاده و متوجه شدم که 2 تا بلبل اومدن در یه لونه 2 تا تخم گذاشتن و این مثلا 25 روز 30 روز از اون لونه استفاده میکنن تا این جوجه ها از توی این تخم در بیاد و پرواز کنه. بعداً دیگه تو اون لونه بر نمیگردند. این خونه ما مرتب مرغا این کار رو میکنن، بیشتر اوقات ما میبینیم کجا هستن، البته مزاحمشون نمیشیم، ولی ما متوجه نیستیم که این من ذهنی و درد برای اینکه موسی ما از اونجا متولد بشه، یعنی ما اصل ما از اونجا پرواز کنه بیاد بیرون. و با این قصه میفهمیم که موسی در درون ما متولد میشه و بزرگ خواهد شد و ما مقاومت نمی کنیم، ما موسی رو تضعیف نمی کنیم، داریم سمبولیک صحبت میکنیم. پس میگه فرعون گفت من در آن خوف ببندم تمام، چون که مرا حکم شهید جاری است. فرعون میگه که من این ترس رو قطع میکنم، این ترسی که به جون من غالبه. آیا ترس و درد بر ما غالب هست یا نه؟ البته که هست. همون ترسی که بر جان فرعون افتاده بود، گفت که من در این ترس رو میبندم با کارهای ذهنی، برای اینکه حکم شهی من در حال به اصطلاح اجراست.